کلبه رنگامیزی شده که هر اتاقش برای بیدار ساختن بخش از وجود هنرها می کوشد. کلبه ایپسو یا مرکز مشوره‌دهی صحت روانی مدت 3 سال است که در بلخ استعدادهای جوانان و نوجوانان را پرورش می دهد. ایپسو نه تنها در بلخ بلکه در 8 ولایت کشور فعالیت دارد. مهدی نیازی مسئول دفتر مشوره‌دهی صحت روانی در بخش‌های فرهنگی و هنری مانند نقاشی، صحت روانی، رسامی و عکاسی زحمت به خرج می‌دهد تا از جوانان بلخ بامی هنرپیشه توانا بسازد. نیازی از کلبه کوچکش با فضای قید که روی توشک نشسته است لب به شکایت ندارد. او هدف خود را آموزش به افراد جامعه می‌داند، نه مکان زیبا برای راحتی. نظر به قرارداد و تفاهم‌نامه‌ای که وزارت خارجه کشور آلمان با وزارت اطلاعات فرهنگ و وزارت صحت عامه افغانستان داشتند، نیاز دیده شد تا یک مرکز را به خاطر برنامه‌های تفریحی و کشاندن افراد منزوی و اونایی که تحت تروما یا صدمات روانی اجتماعی قرار دارند، اونا را بتوانند در یک مرکز اونا را جلب بکنند. مرکز آموزشی ایپسو تا به حال 270 شاگرد داشته که همه آنان به هنرهای دلخواهشان رسیده است. این کلبه جادویی در بلخ 2 مسابقه بایسکل سواری بانوان و نقاشی گرافیکی را راه اندازی کرده است. بایسکل رانی بانوان بوده، اولین فعالیت‌های گروپی کار نقاشی گرافیتی بوده یا دیوارنگاری بوده. کودکان و جوانان به خاطر یادگیری هنرهای گوناگون اینجا می آید. مرسل که هنوز دوره متعلیمی خود را به اتمام نرسانیده است، پیشه خود را نقاشی می داند. علاقه زیادی داشتم کتاب بیایم که رسمی اما رو یاد نداشتم، میخواستم که یاد بگیرم شه، علاقه داشتم و توسط دوستش دیگر تانستم که اینجا اشتغال. در این روزها بازار هنر چندان خریداری ندارد، اما هنوز هم با وجود مشکلات حکومت وحدت ملی این کلبه هنر مانند آهنربا علاقمندان خود را به این مرکز جذب دارد. مکان رنگامیزی ها، مکان نقاشی ها، مکان رسامی ها. این مکان جز دفتر ایپسو دیگر دفتری نیست. دفتر ایپسو از چند سال بدین سو با وجود مشکلاتش استعدادهای پنهان را شکوفا می سازد. شبیر احمد سلطانی، مزار شریف، دفتر نی.